یه روز عادی من بعد از اینکه یوگامو کردم، شیر زردچوبه رو درست کردم و اومدم نشستم پای سیستم. اول ایمیلمو چک میکنم تا ببینم که لیدی گرفتم یا نگرفتم. بعد از اینکه مطمئن شدم که به 7-8 تا لید گرفتم، میرم به لید سنتر و مطمئن میشم که آیا همه اینها ثبت شدن توی سیستم من. و بعد از اینکه مطمئن شدم، حالا نوبت این هستش که به تک تکشون ایمیل خوش آمدگویی بفرستم و با تک تکشون شروع کنم به تعامل کردن. بعدش به صفحه متای سری میزنم و کمپین هامو چک میکنم. اگه قرار باشه ادی ران کنم یا پستی بسازم، اینجا انجام میدم. بعد از اون یه سریم به وبسایت شخصی میزنم و دیگه میرم سراغ وبسایت آموزشی که شیرین ترین بخش کمپانی ما هست و شیرین ترین بخش کار من هست. دوباره میرم اینجا و نگاه میکنم ببینم آیا کورسی برای من باز شده یا نه و من آماده هستم بنا به آموزش های قبلی که گرفتم کورس جدیدی رو شروع کنم یا نه. و میبینم که بله، چند تا کورس جدید برای من باز شده، من جمله این تبلیغات بدون چهره هست که یک کورس بسیار خوب هست برای کسانی که دوست داشته باشن بدون اینکه چهرهشون رو نشون بدن تبلیغات کنن. کورس های مختلف دیگه هم برای من باز شده، مثل این اینستاگرام که یا یوتیوب و یا حتی یکی دوتا کورس فیسبوک هم برام باز شده. خیلی از کورس های ما در حالت خیلی پیشرفته‌اش به صورت پولی هست که اگه دوست داشته باشم برم اونا رو هم بگیرم میتونم، وگرنه کلی کورس رایگان دارم که میتونم از همشون استفاده کنم و دانش و سواد خودم رو به روز نگه دارم. بعد از اون هم در میتینگ ها شرکت میکنم.